دروازه است. من باز میکنم شما برید. چرا باز نکنم؟ نه براتون من ماندم گفتم اونا که نسوزه. شما برید من دروازه رو بزنم. سلام دخترم، خوب هستی بخیر؟ خوب هستم. شما خوب هستین خاله جان؟ الحمدلله. بگی تحصیلات زیاد هست ان شاء الله یا من برم کتاب؟ خب من میگم بخیر بدم باش. درست است. خداحافظ. خداحافظ. خوب است که مروه باز نکرده، یعنی میفهمید که برش چیکارم چیز آورده. ما برم کار خود کنم. چای زیاد رفت. شما بیشتر من براتون من میارم. تو بیشتر من میارم. چی شد؟ نمیفهمم. سوق خیر نیست. بر ما گفتی برو به آشپزخانه بر چیز مانده نسوزه. چی شد؟ چیزم نبود. چای ندارم. مگه چای میسوزه؟ چایم نبود متاسفانه. نه خودم میرم. نه من میرم. پیش نمیشتم. من میرم. پیش. نمیفهم چه قسم شد. نه دیگه روزه کم کارم برام میکنن. بعض چیزا رو آماده میکنه که بخون. تکتام میشه کم. نمیفهم چرا. خوب مخلوط شده. کارش میشه. نمیفهم چی شده دختر. شام میشینه یا چای جور شد؟ یا چای نه. شما نمیفهم؟ نه. چرا؟ شما مسئول است. هیلا و ویلک از تو خیر برآمد. نوش جانتان. چقدر مزه خراب داره. کتک لقمه بزن. خورد میخرم. یه دیگه بس نمیخوام. زیاد شد. چای خبرین بخرم. نه بس دیگه. چای مزه دارم دم میکردی. چون مزه شاید نداره. دهنتون بکنم باشه. دهنم چرا بد مزه باشه؟ تو عجب. هم چای میاریم گپت میزنی؟ شما گفتم من دارم دارم چای. واقعیت گفتم چون مزه نمیشه. بخورین بیرون چای. تو باش بگیرم دلت بد نشه. که بد نشه.